تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. روز بخیر. نخست سرخط موضوع امروز 10 سپتامبر. اعضای حکومت و مخالفان پشت یک میز در ورشو جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا آغاز شد. این دفعه تاجیکستان نمایندگانش را فرستاد. مردم را غارت نکنید. هزارها ساکن روسیه به مقابل اصلاحات نفقه به خیابان‌ها برآمدند. صدها نفرشان بازداشت شدند. Хватит грабить народ! Хватит грабить народ! Хватит грабить народ! ما باید کجا رویم؟ به دکانداران یکی از بیناها در مرکز دوشنبه 3 روز مهلت دادند. مغازه‌های آنها را صاحبکاری خریده است. در 3 روز مهلت کوتاه گپ راستش نمیدونیم مجبور مگرم این بارا را خانه بریم. این سال آخه سال سیاحی، سال هنرمندا بود. در پایتخت لهستان امروز جلسه سالانه حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا شروع شد. مقامات تاجیکستان به این نشست یک هیئت را فرستاد. در این برابر به منظور اشتراک در جلسه دهها مخالفین تاجیکستان از جمله موحدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در ورشو قرار دارند. مقامات تاجیکستان سال 2016 از راه یافتن مخالفین به جلسه اعتراض کردند و از آن نمایشکارانه بیرون شدند. سال 2017 از اشتراک در آن دست کشیدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا همیشه تاکید کرده است که همایش 10 روزه حقوق بشری ورشو منبر آزادی مکالمه‌های سیاسی هم نمایندگان دولت و هم جامعه شهروندی است. روز یکشنبه در 33 شهر روسیه صدها اعتراضگران ضد حکومت را بازداشت کردند. هزارها ساکن این کشور به مقابل بالا بردن سین نفقه به خیابان‌ها برآمدند. برخی اعتراضگران تلاش کردند به سمت کرملین حرکت کنند ولی پلیس مانع آنها شد. نوارهای ویدیویی نشر شده صحنه‌های دست به استفاده زور زدن مقامات انتظامی از جمله با چوب دست زدن و از کشتل کشاله کردن مردم را نمایش داد. جزئیات بیشتر از طاهر سفر. تظاهرگران در روسیه از جمله با شعارهای شرمندگی به ضد برنامه حکومت جهت بالا بردن سین نفقه در شهرهای گوناگون اعتراض کردند. ماموران پلیس بعضی از تظاهرگران را با زور دستگیر کردند و به اداره پلیس بردند. مقامات از مردم خواستند تظاهرات را بس کنند وگرنه به جوابگری کشیده می شوند، اما مردم با کنایه و کفکوبی دعوت آنها را نادیده می گرفتند. تظاهرات در شهرهای گوناگون و روز 9 سپتامبر صورت گرفت و در روزی که روسیه انتخابات مقامات حکومت‌های شهری و ناحیوی داشت. نمایش‌های اعتراضی در شهرهای گوناگون از جمله مسکو، سنت پتربورگ، نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، کراسنودار برگزار شد و بنا به گزارش‌ها ماموران میلیسا در عموم 1000 نفر را دستگیر کردند. مردم در روسیه از اصلاح قانون درباره نفقه به خشم آمدند چون حکومت سین نفقه را از 60 تا به 65 سال بالا برد. زنها باید در 63 سالگی بازنشسته شوند. تظاهرات با دعوت سرگئی ناوالنی پیشوای مخالفان دولتی روسیه برگزار شد. خود او و چندی از شریکان نزدیکش را قبل از برگزاری اعتراضها دستگیر کردند. بعد اعلان تغییرات به قانون نفقه در روسیه بنا به نظرسنجی‌ها آبروی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و حزب روسیه واحد در بین مردم به طور چشمگیر کم شده است. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. ده‌ها ساکن مغازه‌ها در یکی از بیناهای مرکز شهر دوشنبه دستور گرفتند که مکان فعالیتشان را دیگر کنند. با آنها گفتند دکان‌های اجاره‌شان صاحبی نو پیدا کرده است و باید هر چی تیزتر از اینجا بکوچند. حالا این صاحبکاران حیرانند که باید به کجا بروند و همین طور روشن نیست که جای دکان‌های کتاب فروشی و محصولات آنها را چی می‌گیرد. معلوم نیست که شهرداری چرا این دکان‌ها را فروخته است. صاحبان نو نیز موضوع را شرح ندادند. میرزا نبی خالقزاد در این باره میگوید. حدود 65 صاحبکار دکاندار در خیابان رودکی موظف شدند که تا 3 روز بعدی دکانها را خالی کنند. اکثر آن صاحبکاران در خیابان مرکزی دوشنبه به فروش کتاب، مال و محصولات هنرهای مردمی، محصولات چاپی و فرهنگی مشغولند. این رفهای کتاب بودند که تا 2 روز قبل اینجا پر کتاب بود و
اما حال حاضر در این خلطه کتاب‌ها جا داده شدند و این مغازه اصلا فروش کتاب‌های بدیهی، فرهنگی و تاریخی هستند. تاجران میگویند مهلتی به آنها داده صاحبکاری که دکان‌های اجارهشان را در مزایده از حکومت شهر دوشنبه خریده است و از او تاج‌الدین شریپوف نام برده می شود خیلی کوتاه و برای انتقال محصولات تجارتی و دستگاه‌هایشان تقریبا ناممکن است. این در 3 روز مهلت کوتاه گپ راستش نمیدونم مجبور مگرم این بورا را خانه بریم. این سال آخه سال سیاحی، سال هنرمندا بود. به گفته منابع آگاه از مزایده برگزار شده صاحبکار انفرادی ساختمان دکان‌های در این بینای نو استقامتی بنیاد شده را به قیمت 30 میلیون سامانه خریده است. نه اولش تا گفتن که آرنده خودمون انیق میکنیم شما نمیخریدین گفتن بعد با پگاش تا گفتن که پگاه آرنده شما انیق میکنیم گفتن بعد گفتن که جواب 3 روز. اجاره این دکان‌ها را حکومت شهر دوشنبه برای هر متر مربع در سال 2013 47 سامانی مقرر کرده بود. به خاطر پشتیبانی از فرهنگ کتابخوانی، رشد هنرهای مردمی و جلب سیاحان قیمت اجاره دکان‌ها برای تاجران تاکنون از 47 سامانی بالا برده نشده است. آرنده‌شون دسترس کار کرده میتونیم بسیار نرخ‌های بهترین همه اینجا خواهش دارن که نکوچونن مثلا همه خواهش دارن. تاجران میگویند آنها تا پایان سال جاری برای اجاره این دکان‌ها قرارداد دارند. آنها از رئیس حکومت شهر رستم امامعلی خواهش دارند برای بازبینی این مسئله مساعدت کند. به قبل صاحبکاران آنها طی 5 سال در اینجا هستند و حدودی 200 نفر صاحب نان و جای کار است. گذشته از این در این بنا تئاتر هنری مسکوی آینه، 2 چاپخانه، دفتر مرکزی رشد انسان و 10 صورتگیرخانه و دکانچه‌های فروش کتاب و مواد کنسلیری برای مکتبچه‌ها فعالیت می‌کند. میرزا نبی خالقزاد برای رادیو صوفی رادیوی آزادی دوشنبه. بیننده عزیز، همکاران ما روزهای آینده این موضوع را پیگیری خواهند کرد تا اینکه نظر و اندیشه مسئولین را پیشنهادی شما کنند. اما من رو میارم به موضوع دیگر و برمیگردیم بازم به دوشنبه. تاریخ رو از بین نبرید. نمایندگان حزب کمونیست تاجیکستان میخواهند که یادگاری های آوان شوروی حفظ شود. آنها در این مورد به شهردار دوشنبه نیز مراجعت کردند. این درخواست در حالی است که حالا رهبریت حزب کمونیستی به خاطر یادبود دایی خود به ناحیه رودکی و وحدت میروند و در آنجا زیر هیکل‌های برقد لنین گلگذاری میکنند. جزئیات بیشتر از سروینوزی روح‌الله. این یادگاری ها نمای مقدس نظام ابرقدرت شوروی بودند که اکنون جز قرارگاه حزب کمونیست جای دیگری نیفتند. آنها را از کوچه و خیابان های دوشنبه برداشتند و حزب کمونیست چون یادگاری های بی‌نظیر می‌خواهد حفظ کند. این تاریخ است، تاریخ گواه است، تاریخ هیچ گونه نمی‌میرد. مقامات دوشنبه به تعمیر و ترمیم شهر پرداخته یادگاری های آوان شوروی را می‌بردارد. کمونیستان تاجیکستانی که زیاد نیستند از شهردار دوشنبه خواستند برای گذاشتن این آثار حد امکان در نزد دفتر کمونیستان تاجیکستان اجازه دهد. همینجا پیشنهاد کردیم که اقلا همینجا در پیش حیوانشون همینجا امان ایکلا گذاریم که اگر یگون کس گذرد میفهمد که در همینجا یعنی حزب کمونیست تاجیکستان جایگیر است. بعضی از مورخین بر این عقیده‌اند که آثار شوروی باید حفظ شود. بسیاری از ما به هیکل و یادگاری‌ها همچون به آثار زمانی شوروی می‌نگرند. این نادرست است. همیشه در هر دور و زمان سند وجود داشت و نوابسته به حاکمان آن دور ما باید به سند بها دهیم. با گذشت 100-200 سال دیگر مردم حتما از آثار زمان شوروی هم می‌پرسند که آنها کجا شدند، مگر آن زمان یگان سند نداشتند. ویران کردن آثار آن زمان وحشانیت است. دیگر خیلی نام بردن نمیتوانم. آنهایی که شوروی را یاد ندارند میگویند این یادگاری ها مخالف به اندیشه های استقلالیت خواهی ایشانند و باید آنها به نمونه های بهتری عوض شوند. پایبند دیگر کشور بودیم و حالا که مثلا کشور مستقل هستیم میتونیم نامگذاری نام یگان بنا وقتی که یگان باغ ساخته می شود نام آن را با توجه به ارزش های ملی با توجه به فرهنگ ملی خودمان گذاریم. جامعه شناسان میگویند در کشورهای غربی با وجود تحولات تاریخی مجسمه ها تخریب نشده همچون بیانگری مرحله های تاریخی
حفظ می شوند. بسیاری ها مثلا امروز کتاب های کارل مارکس، انگلس، دیگر بزرگان فرض کردیم کمونیست را یا بس می سوزانند یا که به کاغذ تشناب میدن. این هم نادرست است، چون که خوب بود یا بد بود این از گذشته ما بود، نشانه است. ساکنان پایتخت میگویند خوب می بود ارزش های دولت ملی ترغیب شوند. ایده هم به این باورند که با چیدن هیکل های زمانی شوروی نمیتوان ذهن نسل نو را پاک کرد و نباید مایه نگرانی باشد. فقط گرفتن اونها از کوچه ها نمیشود که مثلا کل تاریخ قریب 80 ساله رو اینی که از ادبیات و از کتاب ها و از اندیشه های مردم رفت. سال 1991 مجسمه بزرگ لنین را از میدان مرکزی دوشنبه کندند. از همان روز منتظم جای یادگاری های اوانی شوروی تنگتر می‌گردید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و حالا میرویم به ولایت سوخت. شهر خوجند 8 و 9 سپتامبر میزبانی صاحبکاران و هنرمندان و رهبران شرکت و اداره های ولایت سمرقند بود. با به سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف و صورت گرفتن سفرهای رسمی رهبران دو همسایه کشور، همکاری اقتصادی تقویت می‌یابند و تشکیل نمایشگاه‌های ویژه نیز معمول می‌شوند. همکاران ما به نمایشگاه نوبتی رفتند تا ببینند سمرقندی‌ها با چی دستاویز آمدند؟ از نان سمرقندی و محصولات هنرهای مردمی تا جهاز روزگار و ماشین‌های کلان بارکش در نمایشگاه سمرقند در خوجند به نمایش گذاشته شد. صاحبکاران سمرقندی 2 روز مهمان خوجند بودند و با صاحبکاران سوخت همکاری‌ها را هم بررسی کردند. امروز در اینجا بیش از 60 شرکت سمرقند با محصولات خوراک، نساجی، قالین و هنرهای مردمی شرکت دارند. بعد بهتر شدن مناسبت‌های دو کشور، بار سوم است نمایشگاه کلان محصولات ازبکستان در شهرهای تاجیکستان برگزار می‌شود. کارشناسان می‌گویند تقویت دادن مناسبت‌های تجارتی بر نفع هر دو جانب است. کشاورزی هم حتی وجود دارد. ما امروز دیدیم که سمرقند یکی از منطقه‌های میباشد که در آنجا آلو، مویز خیلی فراوان است. سفر نمایندگان حکومت و صاحبکاران سمرقند جواب به سفر هیئت تاجیکستان است. ماه اپریل هیئت ولایت سوخت در سمرقند بود و در بیزنس فوروم شرکت کردند. تاجیکستان و ازبکستان در عهد اسلام کریمov رئیس جمهوری سابق ازبکستان تا سال 2016 مناسبت خوب نداشتند. بعد درگذشت او و به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف در آن سال وضع کاملا تغییر یافت. و در ولایت ترکستان قزاقستان والدان خوانندگان مکتب دهه فردوسی که اساساً تاجیکانند حجت‌های فرزندان خود را از آنجا گرفتند. آنها پیشتر طلب مأموریت مکتب را برای کشیدن رویمال دخترانشان رد کرده بودند. به گفته مدیر مکتب از میان 203 خواننده صنف‌های بالایی 10 نفر رویمال‌های خود را نگرفتند. والدان 7 آنها لکای حجت‌های فرزندان خود را گرفته به مکتب دیگر سپاریدند. مأموریت مکتب با استناد به فرمان وزیر معارف قزاقستان از ماه ینور سال 2016 خوانندگان را با رویمال به درس راه نمی‌دهد و فرمان لباس مکتبی را حتمی دانسته ورودی خوانندگان را با لباس‌های مذهبی به درس منع می‌کند. سال گذشته نیز در چند منطقه قزاقستان بر پایه این فرمان خوانندگان رویمالدار را به درس‌ها راه ندادند. ضمناً بیننده عزیز، ما هفته گذشته در این باره یک گزارش مفصل رو پیشنهاد شما کرده بودیم و این گزارش در آزادی ویدیو که کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب است تقریباً 50,000 بیننده خود را پیدا کرد و همین گونه همه روزه تا 4 یا 5,000 نفر آن را تماشا میکنند و به شما نیز مشورت میدیم که به سایت ما وارد شده در این باره بیشتر بخونید و تماشا کنید. و همین گونه بیننده عزیز، ما درباره نشستی که در ورشو جریان دارد حتما پیگیری میکنیم و تفصیلات بیشتری موضوع روز و دیگر خبرهای گزارش‌های رادیو آزادی رو که در برنامه ما امروز جا نشدند میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی هم صفحه‌های مخصوص دارد. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوص ما در یوتیوب گذاشته شده است و همچنین میشود. برنامه امروز ما انجام یافت و بعد 24 ساعت دیگر باز با هم ملاقات می‌کنیم.